بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، شرح شروط الصلاة وأركانها وواجباتها لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي رحمه الله تعالى، والشرح لفضيلة الشيخ العلامة عبد المحسن بن حمد العباد حفظه الله تعالى. بعداً شيخ شارح آيدي يعني كي پوشانیدن عورت و حجاب میفرماید که الأولى تعليل الأمر بالحجاب، يعني يكم علت امر به حجاب. نگاه کنید، صحبت درباره چی رفته شد برای خاطران که سخنی ما پیوسته گردد. خب، حکمی پوشانیدن روی نسبت به مادر مؤمن ها یا که مادرهای مؤمن ها از جمله احکام می باشد که به آن اهل علم چه متفقند. همون آیتی که درباره امر به زنهای پیغمبر آمده است، آیت حجاب کردن، شامل می باشد به دو حجتی که این دو حجت دلالت به آن می کند که حکم خاص برای زنهای پیغمبر نمی باشد، بلکه هم برای ها و هم برای دیگر زنهای امت نیز تعلق دارد این حکم، آیت پوشانیدن روی زن. یکم یعنی که دلیل یا که قرینه علت امر به حجاب، یعنی که همین امر به حجاب چی علت آمده، سببش چیست؟ در قول خود میگه که ذالکم اطهر لقلوبکم و قلوبهن. این یعنی که همون ستر پوشیدن زنهای پیغمبر هم برای قلبهای شما و هم برای قلبهای اونها پاکیزه تر است. و ذلك انه اذا قیل ذلك فيهن مع ما اكرمهن الله به من الطهارة والبعد عن الريبة فإن غيرهن من نساء الأمة اللاتي لم يظفرن بمثل ما ظفرت به أمهات المؤمنين من باب أولى. یعنی این را چون گفته شود در حق زنهای پیغمبر، یعنی ذالکم اطهر لقلوبکم و قلوبهن، یعنی این را در حق زنهای پیغمبر گفته شده است که نظر به آن نکرده که الله تعالی بایها را اکرام کردگی است از جهت طهارت، از جهت پاکی، از جهت دور شدن از یک شک و شبهه، از همه شک و شبهه دور هستند. فهمیدید؟ بس غیر این زنها، یعنی غیر زنهای پیغمبر، دیگر زنهای امتی که یعنی اون چرا که مادری مؤمن ها چه نائل شدگی هستند، این دیگر زنها نائل شدگی نیستند، یعنی اون خصلت، اون خصوصیتی که زنهای پیغمبر داشتن دیگر زنها اون خصوصیت ها را ندارن. معلوم میشه که با غیر زنهای پیغمبر اولاتر هستند. و ثانیه في قوله عز وجل، قول الله عز وجل آمده است که ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن. یعنی ای پیغمبر بگو برای همسران خودت و دخترانت و زنهای مؤمن باید که چیکار کنند؟ به خود چادر را بکشند. جلابیب گفته یک لباسی را میگن که جمیع بدن را بپوشاند. فهمیدید؟ از سر تا نوک پا. لأن الأمر بالإدناء عليهن من الجلابيب كما أمر به أمهات المؤمنين فقد أمر به بناته صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين. یعنی امر با یعنی که پوشیدن جلباب، چخیلی که امر کرده شده به جلباب پوشیدن مادری مؤمن ها را و امر کرده شده دخترانی پیغمبر صلی الله علیه و آله و زنهای مؤمنات را. و هو يدل على ان الحكم ليس خاصا بأمهات المؤمنين. این دلالت میکند که حکم خاص به زنهای پیغمبر نبود، از بل لهن و لغیرهن، بلکه این حکم برای
یعنی زنهای پیغمبر و برای غیر اونها نیست. نه، فهمیدن؟ برای اونها هست و برای غیر اونها هست. و اشار بعد ذلك رحمه الله الى انه لو كان الحكم خاصا بهن على سبيل الفرض فإنهن قدوة حسنة لغيرهن من النساء. بعد از اشاره میکند الله رحمتش کند که اگر حکم با ویها خاص نباشد هم، یعنی از روی فرض کنیم، یا که بگیم مثال گیریم این حکم خاص به زنهای پیغمبر باشد و به دیگرها یعنی که خاص به دیگرها تعلق ندارد، گوییم هم از روی مثال زنهای پیغمبر یک الگوی زیبا هستند برای دیگر زنها. فقال بعد از آن گفت که و اذا علمت مما ذكرنا ان حكم آية الحجاب عام وأن ما ذكرنا معها من الآيات فيه الدلالة على احتجاب جميع بدن المرأة عن الرجال الأجانب. وقتی که تو دانستی یا که دانی آن حکم آیات حجاب را که ما ذکر کردیم عام است، آن بودنش دانی، و آنچه را که ذکر کردیم همراه اینها دیگر آیات ها که در اینها دلیل است به حجاب یا که به پوشانیدن جمیع بدن زن از مردان بیگانه، علمت ان القرآن دل على الحجاب، میدانی که قرآن دلالت به حجاب میکرده است. ولو فرضنا ان آیت الحجاب خاصة بازواجه صلی الله علیه وسلم، فرض کنیم هم یعنی آیت حجاب خاص به زنهای پیغمبر صلی الله علیه وسلم باشد، فلا شک انهن خیر اسوة لنساء المسلمین فی الآداب الكریمة المقتضیة للطهارة التامة وعدم التدنس بانجاس الریبة. بس شک نیست که زنهای پیغمبر بهترین الگو و پیشگو هستند برای زنهای مسلمانان، آیده آدابی زیبا که آداب زیبا چه اقتضای پاکیزه شدن پررگی را میکند و آلوده نشدن را میکند به آلوده های شک و شبهه. ومن يحاول منع نساء المسلمين كالدعاة للسفور والتبرج والاختلاط اليوم، بس کسی که حرکت میکند، تلاش میکند منع کردن زنهای مسلمانان را، مثل آن کسانی که دعوت میکنند که به کشاده گشتن روی زن و به آراسته کردن زن در بین جمعیت و آمیخته شدن، امروزی که دیده میشود به مرد و زن یک جای من الكريم المتضمن چه یعنی و سلامت العرض و طهارت، و من میکند بعضی انسان هستن که من میکنه اقتدا کردن را به این زنهای پیغمبر در این آدابی سماوی زیبا که در بر میگیره سلامت ماندن آبرو، ناموس و طهارت من دنس ریبتی، و همچنین من میکند که این مثال گریم پاکیزه شدن است از غجدی و شرکی شک و شبهه. کدام انسانی که همه اینها را من میکند، میگوید که اینا فقط به زنهای پیغمبر تعلق دارد و به زنهای مسلمان ها تعلق ندارد، گفته تلاش و کوشش کند، غاشم لامتی محمد نسبت امتی محمد صلی الله علیه و سلم، یعنی فریبگر است، مرید القلبی در قلب بیمار است، که ما ترا چخیلی که میبینی. ومن أوضح ما يستدل به من السنة على وجوب تغطية المرأة وجهها عن الرجال الأجانب ما جاء فيها أن النساء يغطين أقدامهن. از همه واضح ترین از سنت آن چرا که دلیل آورده می شود به واجب بودن پوشیدن زن رویش را از مردان بیگانه، آن حدیث است که در وی آمده است که زنها بالای قدم هایشون را، این پای هاشون قدم هاشون می پوشانیدن.
فعن عبد الله بن عمر رضی الله عنهما، از عبدالله بن عمر رضی الله عنهما روایت میکنن که گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که من جر ثوبه خیلا لم ينظر الله الیه یوم القیامه، کسی که از روی افتخار جامعه خود را دراز کشاله میکند الله در روز قیامت به او نظر نمی کند. فقالت ام سلمه گفت که فکیف یصنع النساء بذیولهن، بس زنها چیکار کنند به آیده، یعنی که لباس های کرته های درازشون چیکار کنند روی زمین میرد. قال یرخین شبرا، یعنی یک وجب چیکار میکنند میفرارند. فقالت گفت که اذن تنکشف و اقدامهن، اگر یک وجب فرارند یعنی که مثلا گریم پاهاشون نمایان میشود. قال فیرخینه ذراعا، باشد میفرارند یک ذراع، یعنی که یک ذراع یعنی که بندی دسته، لا یزیدن علیه، از این زیاد نکنند. رواه اهل سنن و غیرهم، اهل سنن و دیگران روایت کردند. و قال ترمذی گفت است که هذا حدیث حسن صحیح، حدیث رتبه حسن صحیح. فإن مجيء الشريعة بتغطية النساء أقدامهن يدل دلالة واضحة على أن تغطية الوجه واجب. البته شریعت که گفته است که زنها باید قدمهای خودشون پوشانند، این دلالت میکنه یک دلیل روشن میباشه آیدی آن که پوشانیدن روی هم واجب بود است، لأنه موضع الفتنة والجمال من المرأة، چون که روی این جای فتنه است و جمال زن روی است. و تغطیت اولا من تغطیت الرجلین، پوشیدن روی زن اولاتر است از پوشانیدن پایهایش. والمرأة الحرة في الصلاة تغطي جميع بدنها الا وجهها، زن آزاد در نماز کل بدنش را، جمیع بدنش را میپوشونه بجز رویش را. و هذا الذي ذكره الشيخ، این همان است که ذکر میکنه شیخ الاسلام رحمه الله، قد عزاه فی المغنی، در مغنی این را نسبت میدهد الى مذهب الامام احمد، در به مذهب امام احمد. و ذکر له روایت اخرى، برای امام احمد دیگر روایت را ذکر کرده میشد و هی جواز کشف الکفین، ایضا جایز است در نماز کشادن کف ها را نیز. و عزاه الى مالک و شافعی، و این را نسبت به مالک و شافعی میدهد. و عزا الى ابی حنیفه، و به ابو حنیفه نسبت میدهد جواز کشف القدمین مع الوجه والیدین، آیدی جایز بودن یعنی کشادن قدم ها با همراهی روی و دستان. و اذا کان عند المرأة رجال اجانب، وقتی در نزد مرد، در نزد زن مردان بیگانه باشد، و هی تصلی فانها، و نماز میخوندگی باشد، میخوندنی باشد، فانها تغطی وجه، رویش را محکم میکنند میپوشد. قال فی المغنی، در مغنی گفته است. قال ابن عبد البر وقد اجمعوا على ان على المرأة ان تكشف وجهها في الصلاة والاحرام. ابن عبد البر گفته است که متفق است علما این که زن باید که رویش را یعنی که کشاید در نماز و در احرام. والاقتصار على كشف الوجه في الصلاة وهو الذي اجمع عليه العلماء والاولى والاحوط، یعنی که فقط یعنی کفایت کردن به کشادن روی در نماز، این همان است که به همان علما اجماع شده است این اولا و احتیاط تر است، یعنی که آیده کشادن قدم پای ها و گویم دست ها اولا آن است که پوشاند. و اما الامة فانها اذا صلت مكشوفة الرأس فان صلاتها صحيحة في قول عامة اهل العلم الا الحسن كما حكاه في المغني. اما زنی گویم چوری زن باشد و چون نماز گذارد در حال برهنه سر، نمازش درست است در قول عامه عمومی بسیار اهل علم بجز حسن خیلی که حکایت میکنه او را در نقل میکنه اینا در مغنی. و فی کشف غیر رأسی خلاف بین اهل علم، آیده مثل غیر از سر دیگر عضوهاش اگر کشاده نماز خواند بین اهل علم خلاف است. والاولى للأمة ان تكون كالحرة في الاحتشام والستر في جميع احوالها في الصلاة و غیرها. شیخ در آخر میفرماید که اولا این بهتر برای چوری زن همان است که رنگ زنی آزاد باید باشد، آیده جدیت و شرم و حیا و پوشانیدن
مثل گریم سطر رو رعایت کردن در جميع احوالش، هم در نماز و هم در غیر نماز نکتفی. خب این حقیقتا یعنی که مصیبتی کلان است در نماز می پوشانند زنها بسیارش، و نه در قد کوچه و نه در پیشی مردان خودی و بیگانه آمیخته شده است همه جا. صلی الله السلام. صلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا والحمد لله رب العالمين.